بفرمایید برادر گرامی، نظرتون در مورد کلیپ اخیری که از قزوینی پخش کردیم و به کتاب تنزیه الشریعه استدلال کرده بود چیه؟ والا من اینو کلیپ اولیه را به شما عرض کنم. بله. سه تا کلیپ که ما پخش کردیم، به هر کدومش که میخواید. بله. بفرمایید. اون کلیپ اولی که از عبدالمجید خویی شما صحبت کردید که ایشون یک آیت الله دیگه فرمود اینا پولا رو خلاصه بالا کشیدن و رفتن و اینا. بله. ببینید آقای انصاری، بفرمایید. روزی شما از کنم که ایشون یه اتهامی وارد کردن. بله. یه شخصی بودن که نه از طرف دادگاهی بودن، نه جای مشخص شده، نه محکمیتی بوده، نه به هر حال محکمه‌ای بوده. بله. یه چیزی مطرح کردن، باید ببینن نظر اون که تو دادگاه مشخص بشه، بعد مشخص بشه. بله. این راست میگه یا دروغ میگه، این بابا معلوم نیست که خودش چه کاره است. یکی بعدش هم علمای شیعه پولایی که مصرف میکنن اینا همش در راه اصلاح خودشون شهریه باید بدن، طلاب زیر نظرشون از خرج اینا پولا رو کجا بدن؟ بالاخره تو حسابشون پول حساب شخصی خودشون نیست، حساب به هر حال حساب عامل منفعتش که هستش. این یکی. این در رابطه با اون کلیپ. ولی من یه آیه برای شما قبلا خوندم که گفتم که آقا محمد عزیز، آقا در روز قیامت پیامبران بله قاضی باشن، یادتون هست؟ یک لحظه به این آیه میرسیم. منتها شما بله چشم، این به آیه میرسیم. منتها در مورد این قضیه کلیپ که شما ذکر کردید، ما هدفمون از پخش این کلیپ تنها این نبود که ما بگیم آقا یک ادعایی کرده، حالا این راست دروغه، این به ما مربوط نیست. منتها خمس، آنچه که امروز علمای شما از عامه شیعه میگیرن، اگر این پول رو در شهریه طلاب مصرف میکنن، مسجد میسازن، مدرسه میسازن، در کارهای عامل منفعه اینو خرج میکنن، باید برای این کارشون دلیل داشته باشن یا نه؟ دلیل از قرآن کریم و از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دارن یا ندارن؟ به طور مثال شما میخواید مدرسه درست بکنید، آیا جایز است که ما بریم پول بدزدیم بیاییم مدرسه درست بکنیم؟ یا پول کسی رو ازش غصب بکنیم به نام دین، بعد بیایم بگیم که آقا ما با این پول میخوایم مثلا تعلیم دین بدیم مردم رو، شهریه طلاب بدیم یا به حوزه علمی قم و نجف خرج بکنیم؟ بفرمایید آقا محمد. ببینید اینا شما برای خودتون یک اصولی دارید، اهل تشیع هم برای خودشون یک اصولی دارن. من دوست دارم اصول اهل تشیع رو در مورد خمس بدونم. بله آقای انصاری جان بفرمایید. اینا از نظر خودشون کارشون درسته، شما ایراد میگیرید، ولی اینا از نظر قرآنی خمس یه چیزی معنی میشه که به هر حال در محل درآمده. شما میگید غنیمت که الان قدیم شد رفت دنبال کارش، الان تو جنگایی که میشه غنیمت کجا پیدا میشه؟ تو حالا تو سوریه جنگه، با این کار میشه قسمت کنی بین مردم، یا مثلا توپ غنیمت گرفتن، تانک غنیمت گرفتن. آقا محمد عزیز، غنیمت یعنی آقا محمد ببینید شما چیز بکنید نگاه کنید. بله. آقا محمد عزیز ببینید، حالا آقا محمد عزیز ببینید، اگر سعی کنید بحثمون علمی و منطقی باشه، ببینید حالا من امروز اگر که مثلا کافری رو پیدا نکردم، برم 4 تا مسلمان رو سرشو ببرم بگم که من جهاد کردم و به درجه مثلا غازی فی سبیل الله رسیدم، که نشد منطق. چون امروز جنگ نیست، غنیمت نیست، من مال مردم بیچاره، پول کسب و کار مردم رو 20% رو بگیرم که چون جنگی وجود نداره غنیمت رو من از مردم از پول کسب و کارشون بگیرم. ثانیاً این آیه 41 سوره انفال هست که الله سبحانه و تعالی وقتی قضیه جنگ بدر رو که اولین درگیری بود که مسلمان ها در اونجا غنیمت به دست آوردن مطرح میکنه، یک سری اصول و شرایط
جهاد و اسرا و این مسائل رو مطرح میکنه. بعد در آیه 41 میگه که واعلموا انما غنمتم من شیء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. یوم الفرقان کدام روزه؟ روز بدر. اینا تفاسیر شیعه و سنی همه به این اعتقاد دارن. یوم التقى الجمعان روزی که دو گروه یعنی مشرکین و کفار با هم درگیر شدن. والله على كل شيء قدیر. این آیه فقط همین یک قسمتشو واعلموا انما غنمتم من شیء فإن لله خمسه این رو گرفتن و به بقیهش عمل نمی کنن. این غنیمت در جنگ هست، در جنگ با کفار. اگر جنگ بود غنیمت میگیری، جنگ نبود مردم به زکات میدن. 2.5% زکات رو الله سبحانه و تعالی فرض کرده در قرآن، خمس رو در غنائم فرض کرده. ببینید ما برای مستمندان، برای فقرا، برای طلاب، برای در راه ماندگان اون مصادر 8 گانه زکات رو داریم، در قرآن کریم ذکر شده. در اینجا این خمس هست در غنیمت از دشمن. خمس الله سبحانه و تعالی فرض کرده. امروز برای گرفتن خمس کسب و کار شیعیان مراجع شما چه دلیلی دارن؟ من دوست دارم اینو از شما بشنوم آقا محمد عزیز. ببینید من عرض کردم شما فرمایید که این خمس در هیچ جای دیگه گرفته نمیشه، فقط برای غنیمته. بله اینو قرآن میگه. دلیلتون بیاری در جای دیگه گرفته میشه. خب شما الان نگاه کنید ما در رابطه با اون گنجایی که پیدا میشه در رابطه با گنج باید خمسش بدن. نه جنگه، نه دعوایه، نه هیچ پیدا کرده پول به راحتی. زیر زمین یه خوقه‌ای در اومده پر از طلا. بله. این میگه باید خمسش بدید. جنگ دعوا از غنیمت با دعوا بدن، ولی خمسش باید بدن. تو کتاب بخاری هم هست، شما جزء اصول دینتونه. عزیزم ما از گنج و جنگ صحبت نمی کنیم. ما میگیم که شیعیان عزیزی که میرن کار میکنن، زحمت میکشن، ما از گنج و جنگ صحبت نمی کنیم. ما داریم در مورد خمس کسب و کار، خمس مکاسب. علمای شما کتاب‌هایی دارن به نام خمس مکاسب، یعنی شما تجارت میکنید، بزنس میکنید، زحمت میکشید، حتی خمس احرام میگیرن از مردم. خمس احرام، کسی که میخواد حج و عمره بره ازش خمس میگرفتن. آیا پیامبر، علی، حسن، حسین اینا خمس احرام گرفته بودن؟ خمس کسب و کار گرفته بودن؟ دلیلتون رو از قرآن و از حدیث بیارید. ببینید آقای انصاری ما بحثمون مثلا یه چیزی دیگه است، اصلا رفتیم تو کار خمس. خب شما عزیزم شما مطرح کردید، گفتید اولین کلیپ عزیزم آقا محمد عزیز، آقا محمد عزیز من از گروه دینه. بعدش من عرض کردم شما غنیمت در قرآن که اومده، شما هر به اصطلاح فرهنگ لغاتی رو بردارید، غنیمت به معنی آن چیزی که به دست می آید. تو همین سوره که شما میگید یک آیه دیگه هم هست که اونجا غنیمتون میشه. من متاسفانه دوباره یادم نیست که آدرس اینا بدن. خمس غنیمتون دو تا هست، یکی همین آیه خمسه، یکی دیگه هم هستش، یکی دیگه هم هست. خمس اگر بخواید معنی کنید به عنوان اون غنیمت، به عنوان غنیمت جنگی، اصلا کل معنی آیه عوض میشه. حالا متاسفانه من نظرم نیست به شما بگم که عزیز آقا محمد عزیز من خیلی واضح دارم صحبت میکنم. شما یک کلیپی رو انتخاب کردید، ما باید به یک نتیجه مسئله اختلافی نیست. ما این خمسه میگیریم، خمسه در سال میگیرن، چیزی هم هستش که پول درآمدی که میخوان بگذارن کنار، نه اینکه مصرف کنن. هرچی مصرف کردن میشه جونشون، چیزی خریدن چرا برای خونه میشه جونشون. عزیزم آقا محمد علمای شما میگن برید مرجع تقلیدتون رو بپرسید. شما اگر میرید مکه خمس احرامتون رو ندید، میگن که شما حجتون قبول نمیشه. ببینید شما این کلیپ رو انتخاب کردید. همون حرفی نگاه کنید، ما حرفی نداریم، ولی خب خمس رو درآمده، خمس رو درآمد سالیانه. چرا؟ دلیل از قرآن. ببینید آقا محمد یک جای قرآن، آقا محمد یک جای قرآن
علما یک جای قرآن ذکر خمس شده، بفرمایید. یک جای قرآن ذکر، فقط یک جای قرآن ذکر خمس شده، اونم در قضیه جنگ بدر و خمس غنایمی که از کفار گرفته میشه. شما دلیلی از قرآن و یا از روایات بیارید که ائمه گفته باشن که شما وقتی کار کردید، زحمت کشیدید، خمسشو بیارید به ما بدید. برعکس ما در اصول کافی روایتی داریم از یکی از امام جعفر صادق. کسی ازش میپرسه که این زنا یا همین فحشا فساد از کجا در بین مردم راه یافت؟ میدونید جواب امام چیه؟ من قبل خمسنا اهل البيت الا شیعتنا الطیبین فانه محلل لهم لمیلادهم. یعنی از طریق خمس ما اهل بیت، مگر شیعیان خوب ما، زیرا که خمس برای آنها حلال است تا اینکه نسلشان پاک بماند. ما این حدیثا معلوم نیست درست باشه، این حدیثا معلوم نیست که از اصول کافی من از اصول کافی اینا شما حدیث زیاد داریم. ما که با شما صحبت کردیم، حالا بذارید ما رو اصول صحبت کنیم. پس آقا محمد باشه صحبت میکنیم. آقا محمد عزیز، پس شما قبول دارید که در قرآن کریم یک بار خمس ذکر شده و روایت صحیح هم در این که خمس کسب و کار گرفته بشه از شیعیان وجود نداره؟ من در قرآن قبول دارم که یک جا صحبت از خمس شده، ولی غنیمه به عنوان پولی که به دست می آید، جنس یعنی درآمدی که عاید می شود. فقط غنیمت جنگی نیست، غنیمت جنگی هم جزء اینا هست. بله. ولی قرآن هم خودش هم منحصر نکرده که مثلا فقط اینی. آیه‌های زیادی داریم که مثلا فرض کنید که بالاش یه چیزی دیگه گفته، پایینش یه چیزی دیگه گفته، ولی مربوط به اون بالا پایین میشه یا نمیشه. هم میتونه مربوط بشه، هم میتونه نشه. در خود همین جنگی هست، جزء حرفی نیست. در خود همین آیه 41 سوره انفال یوم التقى الجمعان یوم الفرقان که ذکر شده، یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، این اشاره به اون 4 روز فرمودید که شما در روز قیامت، من گفتم که پیامبران حاکم هستن، قاضی هستن، شما فرمودید که اصلا این جمله رو نداریم در قرآن. حالا من میخوام اون آیه رو بهتون بگم، شما بیارید نگاه کنید. بفرمایید. آیه چیه؟ کدوم سوره؟ سوره زمر آیه 70. سوره زمر آیه 70. اینا نگاه کنید بیارید. سوره زمر آیه 70. بله، اینم آیه 70 سوره زمر. آیه 70 سوره از زمر، درسته؟ ببخشید 69 آقای انصاری، ببخشید 69 زمر. بله، این آیه 69. من یک لحظه که اینجا از تفاسیر خودتون بیارم که آیه 69 سوره. خب اینا شما بخواد بخونید و معنی کنید، بخواد من بخونم معنی کنم. بخونید، شما معنی بکنید برادر گرامی، انشالله که درست معنی خواهید کرد. ببینید معنیشو بخونم. بخونید. اینجا معنی میشه که این 2 تا آیه بالاش پروردگار میگه که ما 2 تا به اصطلاح سیحه میزنیم. یه سیحه اولش که میشه 2 تا سور دمیده میشه. سور اول همه موجودات میمیرن. بله. تمام اونایی که زنده هستن میمیرن. بله. سور دوم وقتی که دمیده میشه، تمام مرده‌هایی که زنده شده بیدار میشن، یعنی مرده شدن بیدار میشن، زنده میشن. بعد نور خدا در اون روز روی زمین که روز قیامت باشه پخش میشه. درست. بعد از اون که نور خدا پخش شد، میگن که ولی به نبیین و شهدا و قضی بینهم بالحق. بعد میگه که ما احضار میکنیم نبیین یعنی پیامبران و شهدا و قضی بینهم، که قضاوت کنند بین اون مردم. کی قضاوت کند؟ بالحق هم لا یظلمون. کی قضاوت بکند؟ کی قضاوت کند؟ کی قضاوت بکند؟ نبیین و شهدا. شهدا البته اینجا ممکنه که 2 تا معنی داشته باشه. الله شهدا اونایی هستن که خب آقا محمد عزیز اگر من از ترجمه خودمون بیارم، عزیزم اگر من از ترجمه خودمون بیارم، شما میگید که ترجمه شماست، این از ترجمه خودتون. دوستان عزیز در اتاق فرمان لطف بکنن این ترجمه رو نشون بدن. این ترجمه خودتون. کار به ترجمه کسی دیگه نداریم. عزیزم شما بخونید، اینو بخونید. شما دارم سوال میکنم. عزیزم شما اشتباه ترجمه کردید. ببینید مکارم شیرازی میگه
نه اشتباه کنید. شما ببینید اینو بخونید. من گذاشتم رو صفحه نبیین و شهدا. و قضی بینهم بالحق. بله. و قضی بینهم بالحق. ببینید و زمین در آن روز به نور پروردگار روشن می شود و نامه های اعمال را پیش می نهند و پیامبران و گواهان را حاضر می کنند و در میان آنها به حق داوری می شود و به کسی ستم نخواهد شد. پیامبران و گواهان را حاضر می سازند و در میان آنها به حق داوری می شود. گواهان همان پیامبران هستند و یا شاهدانی که بر اعمال مردم شاهد بودند، که مثل کرامن کاتبین که اعمال انسان رو می نویسن، و هر پیامبری مسئول امت خود و پیروان خود خواهد بود. شما این ترجمه‌ای که کردید از کجا آوردید آقا محمد عزیز؟ آقای انصاری اینجا اشتباه میکنید. اینجا نگاه کنید. و قضی بینهم. شهدا و نبیین احضار میشوند و قضی بینهم. بینهم به کی برمیگرده؟ بین مردم عزیزم، بین مردم. از یک طرف شاهدان، ببینید در دادگاه که شما میرید از یک طرف گواهان و شاهدان هستن، از یک طرف مجرمین هستن. خب اینا اونجا شهادت میدن و پیامبران و گواهان در حضور اونها الله سبحانه و تعالی قضی بینهم، بین آنها حکم میکنه. حکم میکنه. خدا پروردگار که خودشون رسول دارن، خدا حکم میکنه. داره معرفی میکنه. عزیزم شما یک لحظه به صفحه مانیتور نگاه بکنید. ببینید اینجا عزیزم در آیه 143 سوره بقره الله سبحانه و تعالی میفرماید و کذالک جعلناکم امة وسطا لتكونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. در کجا پیامبر به ما شهادت میده؟ در روز قیامت، در پیشگاه خداوند. این ترجمه‌ای که شما آوردید اینجا ما اون آیه ببینید آقای انصاری، یه جا خدا پروردگار میفرماید که ما خودمون متوفا دست رسولانمونه. عزیزم اصلا ما به این ترجمه ها کاری نداریم. دوستانی که عربی بلد هستن این رو ببینید و اشرقت النور. همین آیه را اینجا شما جواب من بدید عزیزم. و اشرقت الارض به نور ربها و زمین به نور عزیزم و زمین به نور پروردگار خود روشن گردد و وضع الکتاب و نامه های اعمال رو میگذارند اونجا در پیشگاه خداوند. و جیء بالنبیین و الشهداء و قضی بینهم بالحق. نامه های اعمال کی رو میذارن؟ نامه های اعمال پیامبران و شهدا رو میذارن یا نامه های اعمال انسان ها رو میذارن؟ اگر نامه های اعمال انبیا و شهدا رو میذارن، مگر انبیا و شهدا با هم دیگه درگیر بودن، مشکلی داشتن که بین اونا الله سبحانه و تعالی حکم میکنه؟ نه خیر، اینجا نامه های اعمال مردم گذاشته میشه. پیامبرانی که هر کدومشون شاهد ارسال رسالت به پیروان خودشون هستن اونا رو هم حاضر میکنن و شهدا رو هم حاضر میکنن، چون اونا شهدا شفاعت میکنن طبق عقیده مسلمان‌ها که شما هم قبول دارید. و در اینجا بین انسان‌ها به حق الله سبحانه و تعالی داوری میکنه. قضی بینهم. کی است اینجا قاضی؟ الله سبحانه و تعالی است. بفرمایید. ببینید اینجا شما دارید اشتباه ترجمه میکنید. خب باشه ما آقا محمد عزیز بینندگان اجازه بدید منم بگم. اجازه بدید من بگم. عزیزم شما دارید اشتباه میکنید آقا محمد. این کلام خداست. این کلام عزیزم کلام خداست. آقا محمد عزیز والله من شما رو دوست دارم به خاطری که انسان محققی هستید، به دنبال حق هستید. اما آیه داره میخونه، آیه مثل روز روشنه داره داد میزنه و قضیه که شهدا و نبیین رو ما انذار میکنیم که قضاوت بکنن بین اون مردمان. این آیه دیگه اینه، نتیجه اینه دیگه. هر که دیگه بگه اشتباه. یعنی این همه نبیین و شهدا یعنی چی؟ یعنی ما شهدا و نبیین رو انذار میکنیم که چی؟ که قضیه بین
که قضاوت کنن بین آنها که عزیزم شما با زبان عربی، عزیزم شما اگر با زبان عربی آشنا باشید، اگر این که شما میگید، عزیزم این که شما میگید آقا محمد عزیز، آقا محمد این که شما میفرمایید اینطوریه به عربی: و اشرقت الارض بنور ربها و وضع الکتاب و جیء بالنبیین و الشهداء لیقضون بینهم. در اینجا نگفته ولی یقضون بینهم و قضی بینهم بالحق. این اشاره به الله سبحانه و تعالی است، نه به نبیین و شهدا. سبحان الله، شما یک کمی با زبان عربی آشنایی پیدا بکنید برادر عزیز. این قرآنه. حالا آقا این مکارم شیرازی متوجه نشد، فولادوند متوجه نشد، خرمشاهی متوجه نشد، شما متوجه شدید؟ این چه منطقیه؟ سبحان الله. ما کتابی قرآنی هم که دست ما مال آقای الهی قمچه مال 10 تا دیگه هم هست. من چند تا دیگه قرآن هم برداشتم نگاه کردم، همه رو تصدیق کردم، همه اینجوری معنی شده. اصلا اینجا داره مشخصه که این بینهم به کی برمیگرده؟ به مردم برمیگرده. خب من نبیین اظهار کردید که قضاوت کنن بین مردم. خب اونجا اگر قرار بود که نبیین و شهدا، اگر قرار بود نبیین و شهدا عزیزم من تشکر میکنم. آقا محمد مستقیم نمیکنه. آقا خداوند مستقیم نمیتونه خودش حرفم که میخواد به موسی بزنه که خودش مستقیم. عزیزم الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در مورد روز حشر میفرماید که الله سبحانه و تعالی فریاد میزنه لمن الملک اليوم، امروز پادشاهی از آن کی است؟ خودش چون هیچ کس جواب نمیده، الله سبحانه و تعالی جواب میده لله الواحد القهار. شما از کجا آوردید این حکم و این قاضی و دادگاه و این چیزایی که از در ذهن خودتون بافتید؟ من تعجب میکنم. اینا دست رسولان خداست، همه چی دست. تشکر آقا محمد عزیز، من تشکر میکنم. بینندگان عزیز، بینندگان عزیز خودشون آقا محمد عزیز من تشکر میکنم از شما. بینندگان عزیز قضاوت خواهند کرد در مورد آنچه که شما فرمودید. تشکر از شما. بینندگان زیادی پشت خط هستند. تشکر. هفته آینده آقا محمد عزیز هفته آینده انشالله. آقا محمد عزیز من خیلی عذر میخوام که قطع کردم. هفته آینده زنگ بزنید انشالله. سعی بکنید که موضوعات رو مطرح میکنید. این قضیه آیات قرآنیه، یعنی شوخی بردار نیست که شما. من حالا 3 تا ترجمه از علمای خودتون دوستان عزیز اگر باز نشون بدن اینجا، 3 تا ترجمه از علمای خودتون، از بهترین ترجمه‌ای که در بین شیعیان فعلا هست و هیچ کسی این ادعایی که شما کردید علمای اهل سنت هم این ادعا رو نکردن. یعنی کمی انسان باید ترس از الله سبحانه و تعالی. پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید که من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. کسی که بر من دانسته دروغ ببنده جایگاه خودش رو در جهنم انتخاب بکنه. این در مورد پیامبره، چه برسه به الله سبحانه و تعالی. و من به شما نصیحت میکنم آقا محمد عزیز که در این مورد دقت بکنید. یعنی قضیه خمسی که الان شما مطرح کردید، در موردش بحث کردید، واقعا من تعجب میکنم. شما اومدید این کلیپ انتخاب کردید، میخواید ازش دفاع بکنید. یعنی قضاوت با بینندگان عزیز.